شنبهتون بخیر، امیدوارم خوب باشید. آتن هستیم و امروز پنجشنبه در آتن یک مراسم خیلی باحال تو کل کشور برقراره. آخرین پنجشنبه سال قبل از دوشنبه که پیش رو هست، کلین ماندی بهش میگن برای عید پاک. این پنجشنبه رو بهش میگن چیکنوپمتی. حالا چیکار میکنن تو این پنجشنبه؟ یه همچین روزی رو اینا کباب میخورن، یونانیای رسمی دارن و هر کسی حالا یا تو رستوران رزرو میکنن میز یا تو خونه هاشون بساط منقل و کباب راه میندازن و این چیکنوپمتی خیلی باحاله. اصلا بهش میگن سموکی ترزدی، پنجشنبه دودی یا دودآلود، به خاطر اینکه باورتون نمیشه تمام شهر پر دوده، به خاطر اینکه همه تو بالکن‌های خونه‌شون دارن کباب درست میکنن و دیگه از دوشنبه که در واقع ماه روزه‌داری کاتولیکا شروع میشه اینا گوشت خوب نمیخورن و